سلام دوستان. شتوره که همه شما آگاه هستید سال قبل ما درباره شرایط وزنین یک زن از ناحیه رودکی به شما گزارش آماده نمودیم و پس از گزارش ما بسیار نفران خیرخواه به این اپای ما خیر نمودند و کمک کردند تا این اپا صاحب یک خانه شود، ولی متاسفانه این حال ساختمان این منزل تا پورا به اتمام رسیدگی نیست. شوره که ببینید خانه تا حال ناتمام. این هم از سببیانه که مبلغ نبود که تو دوستا کرایه نمایند بینا بر همین خانه ناتمام بود. اگر باشند نفرانی استا باشند و چی خواهشی کمک باشند ما رقم های این نفر را میگذاریم در ویدیو شما میتونید در تماس شده میتونید کمک مالی، کمک پولی یا کمک جسمانی یعنی که در کارهای ساختمانی به این اپای ما کمک نموده باشه. شما بگید که آخران بار کم ژورنالیست اومده بودن؟ آخران بار سال 2021 ماه اپریل. و نتیجه چی شد؟ نتیجه این همه با یاردم کمک برادرای خیرخواه این همه خانه همه خبرت ما رسید. خیلی همه شرایط اینا همش هست. برای بالا پوش نداشتنش مبلغ ندارم برادر. همیره باشه برادرای خیرخواه که کمک کنن که همیره اومده محکم کنن. خیلی همین درونش چیزی که هسته همیره دستگیری کنن، یاردم کنن که تا که ما همین دکاکوی ما یک جای همین آواره نیتی همین خونه صداموی یک جای مسجدی محکم به درویم. خوب با بچه های گروه فرج نزد یک خانه مادر اومدیم که صاحب 5 فرزند است و عین حال در این خانه صدموی زندگی میکنند که متاسفانه من در درون این خانه بودم و هر لحظه امکان دارد که در اینجا یعنی خدای نکرده هر لحظه امکان دارد که این خانه خوب فرو برود و فاجعه رخ بدهد خدای نکرده. و این مادرم با مبلغ زیاد یعنی مبلغ زیاد در اینجا در کار نیست. همونایی که میبینید و در کادر هم حتما میبینید که پهلوی این یک خانه دیگر ساخته شده است و من از برادرانی که مرا میشناسند یا نمیشناسند در هر کجایی که این نوار رو میبینند خواهش میکنم که خوب هر مبلغی که از دست آنها میآید به خاطر خدا به این مادر کمک کنند تا این مادر این 5 فرزندش را از این خانه صدموی که باز میگم هر لحظه یک فلاکت فاجعه شاید در این خانه رخ بدهد تا تواند با مبلغ ما و شما این خانه اش را تعمیر نموده به یک خانه دیگر بگذارد و انشاءالله خوب به خاطر خدا بار دیگر میگم از برادران که به این مادر کمک کنیم، یک جایشیم کمک کنیم و اونایی که کمک کردن حتما این نوار در هر کجایی که میدونن بازنشر یا پدیلیت کنند تا این نوار تا به برادران خیرخواه رفته برسد. خدا نگهبان.